عبیدالله رجب، هنرمند شناخته توجیک در سن 80 سالگی از عالم درگذشت. از فوت حجب‌نگار در شبکه‌های اجتماعی خبر داده شد. ماهپیکر یورب، هنرپیشه تئاتر و رادیوی آزادی گفت عبیدالله رجب سحر 1 ایول در منزلش در شهر دوشنبه درگذشت. سبب مرگ هنرپیشه شناخته هنوز رسما اعلان نشده است، ولی همکارانش گفتند که او داروی نشانه‌های کووید بود. عبیدالله رجب هنرپیشه خلقی تاجیکستان و بنیادگار تئاتر آینه ماه مارت به سن 80 رسیده بود. عبیدالله رجب هنرپیشه خلقی تاجیک و بنیادگار تئاتر آینه ماه مارت به سن 80 رسیده بود. در راستای جشن زادروزش وی در یک مصاحبه اختصاصی گفته بود حالا سخن و فکر تازه را در حجب تاجیک نمی بیند، اما آینده بهتری آن امیدوار است. 4 ماه پیش به سال آزادی که از عمر رفتهش راضی هست وی گفته بود بله 100% از آغاز تا امروز راضی هستم، بخصوص همین شب و روز بسیار شادم که آرامی و آبادی است.